صدها دانشجویان و کارمندان کارخانه و مؤسسه ها هر صبح در شاهراه نزد کاخ مطبوعات خوجند راهپیمایی جشنی را تمرین می کنند. در مرحله نهایی مشق کارگران مؤسسه و کارخانه ها نیز اشتراک دارند، ولی صفهای از همه بیشتر از دانشجویان است. مبین وهابزاده دانشجوی دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در شهر خوجند در صحبت با خبرنگار آزادی معصوم محمد رجب گفت که در نمایش جشنی پرچم ملی بالای سر صف راهپیمایان خواهد بود. از گفتن دیگه معلوم است که با 3 روز یا 4 روز دیگر مشق می‌کنیم. حدود 12,000 دانشجوی دانشگاه و омӯзишгоҳҳои خوجند و بوستان و گلستان از اولهای ماه ایول سال جاری به مشق راهپیمایی و هنرنمایی جلب شدند. برگزاری مراسم تجلیل از جشن استقلال در خوجند بعدی برگزاری معرکه اساسی در دوشنبه با شرکت رئیس جمهور در نظر است. روز برگزاری اعلان نشده است، ولی حدود 2 ماه باز خوجند برنامه خاص کاروان 25مین سالگرد استقلال تاجیکستان را برای روز جشن به معرض تماشا گذاشتن آمادگی میگیرد. زینوره رستمова امسال به کالج طبی داخل شده تحصیلش را به تمرین راهپیمایی آغاز میکند. امروز نوبت شما کم میاد. ساعت‌های 11 تیاری به درس خواندن چقدر سال اولی تحصیل؟ بسیار زود. خوجند ماه مارت سال جاری جشن نوروز عمومی جمهوریوی را به طرز خاص و با صحنه‌گذاری برنامه کاروان نوروزی و با شرکت بیش از 6,000 دانشجو استقبال کرد. رئیس جمهور امامعلی رحمان که در این مراسم حضور داشت به آن بهای بلند داد. به نظر می رسد این قدردانی مقامات خوجند را روح بلند کرده حالا همگی به مشق برنامه های جشن استقلال کمر بستند که آن را با شکوه و شهامت بیشتر برگزار نمایند. این نوبت به برنامه کاروان 25 سالگی استقلال 2 برابر بیشتر از جشن نوروز دانشجو جلب شده‌اند.